رئیس شهر دوشنبه برای 200 محصل مکتب‌های میانه و مؤسسه‌های میانه کسبی در حجم 250 سامانی و به مهلت 9 ماه تحصیل سال نو خوانش استیپندیا مقرر نمود. در خبر رسمی گفته می شود که چنین تصمیم در چارچوب قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی از 28 مارس سال جاری درباره تصدیق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه وابسته به سال جهانیان اعلان کردن سال 2017 عملی می شود. در خبر گفته شده است که استیپندیا برای خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی، ابتدایی و میانه کسبی شهر دوشنبه برای تحصیل خوب و اعلی و شرکت فعالانه در سازمان‌های جمعیتی تقدیم می شود. مهلت اجرای این قرار از 1 سپتامبر سال جاری تا 1 ایون سال 2018 مقرر شده است. در قرار گفته شده است که مبلغ استیپندیای مذکور از حساب مبلغ‌های آزاد بودجه شهری پرداخت می شود و بخش محاسبات دستگاه رئیس شهر دوشنبه پرداخت سریع این مبلغ را نظارت می کند. این قرار از جانب مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه تصدیق شده است. رستم امامعلی 29 ساله پسر کلانی پرزیدنت رحمان ینوری سال جاری به مقام میر شهر دوشنبه تعیین شد. تا آغاز سال جاری او در مقام‌های رئیس آژانسی مبارزه با فساد و رئیس کمیته گمرک کار کرده است. تعیینات او را به این مقام هم جوابگوی سیاست جوانگرایی حکومت تاجیکستان ارزیابی می‌کنند. از این پیش با قرار ویژه شهرداری دوشنبه جمع‌آوری پول از حساب والدان برای تعمیر مکتب‌های پایتخت منع شد. جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر مکتب‌ها در فصل تابستان که یک پدیده بیرون از قانون ولی رایج در سال‌های آخر بود، همیشه مایه شکایت و ناراحتی والدان بود.